challenger. عرض ادب و احترام خدمت بینندگان عزیز چنل AFT چالنجر. امروز روز 34 است. بریم ببینیم چند تا میزنیم. Every challenge, every fight, we got something to prove. Heart of steel, legs of fire, no excuses. We rise when the crowd gets tired. We look pain in the eye. They say stop, we say never. They say quit, we go harder. Every drop of sweat turned into a better AFT challenger. خیلی سخت شده. امروز روز 34 بود. 44 دانه سینه کشی رفتیم. بعد روزی 2-3 دفعه حداقل 44 تا رو برین، یا هر چند تایی که میتونین برین در روز که اضافه میکنین، یا 100 تا یا 50 تا حداقل روز 3 دفعه برین، وگرنه بدنتون کم میاره، نمیتونین اون چیزی را که میخواین انجام بدین. همونطوری که قول داده بودیم روزی یک دونه اضافه کردیم. امروز در روز 34 رسیدیم. 44 تا رفتیم. یادتون باشه از روز اول از 10 تا شروع کردیم. امروز رسیدیم. به تغییر میبینیم. اونایی که از روز اول که ما بودن امروز بدنشون شاید خیلی فرق کرده باشه، شاید توانی مندیشون زیادتر شده، ولی هر روز کوشش کنین، هر روز برین، غیبت نکنین. امشب تقریبا ساعت نزدیک 12 بجه شام میشه. ما سعی کردیم چالش خود بریم، به خاطر اینکه هر روز رفته باشیم. لایک و کامنت از یادتون نره. سابسکرایب بکنید. تو کسایی که تازه میایین نو ویدیو اگه خوشتون میاد سابسکرایب کنید تا در کنار هم یک خانواده ورزشکار باشیم. شب و روزگارتون خوش.